نامه به غلاطیان باب 1. سلام به جماعت‌های ایمانداران ولایت غلاطیه. من پاولوس که فرستاده مسیح هستم، نه با قرار آدمان یا از جانب یگان انسان، بلکه از جانب عیسی مسیح و خدا پدر که عیسی را بعد از مردنش زنده گردانده است به این وظیفه تعیین گشتم. همچنین همه ایماندارانی که با من هستند به شما فیض و مهربانی و صلح و آسایشتگی خدا پدر و خداوندمان عیسی مسیح را خواهانیم. عیسی مسیح موافق خواست پدرمان خدا به خاطر گناههای ما خود را فدا کرد تا که ما را از این دنیای پلید آزاد نماید. با او شأن و شرف تا ابد باد. آمین. حیرانم که شما اینقدر زود از خدا که شما را با فیض و مهربانی مسیح دعوت کرده است روی گردانده به خوشخبری دیگر روی می آورید. در اصل خوشخبری دیگر وجود ندارد. فقط بعضی کسان معنی شما را گرنگ می کنند و خوشخبری مسیح را تغییر دادنی هستند. اما اگر حتی ما یا فرشته از آسمان برعکس همان خوشخبری که به شما اعلان کرده بودیم تعلیمات دیگر دهد، بگذار وی را خدا زند. چنانه که ما الکی گفتیم، باز هم تکرار میکنم، لعنت به کسی که به شما خوشخبری دیگری از آن که قبول کرده اید اعلان نماید. حالا گویید که آیا من با گفت آدمان زندگی میکنم یا با گفت خدا؟ مگر من به آدمان معقول شدن میخواهم؟ اگر من تا حال کوشش میکردم که به آدمان معقول شوم، خدمتگزار مسیح نمی بودم. ای برادران و خواهران، میخواهم این را دانید که خوشخبری اعلان کردم را آدمی زاد بافته نبرآورده است. من آن را از آدمی زاد نه قبول کردم و نه تعلیم یافتم، بلکه عیسی مسیح این خوشخبر را برایم آشکار نموده است. شما شنیده اید که هنگام پیروی دین یهودی بودنم چخیل زندگی می کردم. من بیرحمانه جماعت ایمانداران خدا را عذاب می دادم و در پی نابود کردن آن بودم. من در رعایت دین یهودی در بین اولادمان از همه همسالان خود زیادتر پیشرفت کرده بودم، چون که در اجرای رسم و رسوم اجدادانمان بسیار کوشش و غیرت می کردم. اما خدا مرا پیش از آن که به دنیا آیم انتخاب نموده، فیض و مهربانی نشان داده مرا به خدمت خود دعوت کرده است. خدا در وقت و ساعتی که مناسب دانست پسر خود را به من آشکار کرد تا که من رفته درباره پسرش به خلقهای غیر یهودی خبر دهم. من همان زمان برای مصلحت پیش یگان انسان نرفتم. حتی به شهر اورشلیم نزد فرستادگانی که الکی به این وظیفه تعیین شده بودند نرفتم، بلکه به عربستان رفتم و بعداً به شهر دمشق برگشتم. بعد از 3 سال من برای شناس شدن با پتروس به اورشلیم رفته 15 روز همراهش ایستادم، ولی از فرستادگان دیگر کسی را بغیر از یعقوب برادر خداوندمان عیسی مسیح ندیدم. خدا شاهد است که آنچه به شما نوشته ایستادم دروغ نیست. سپس من به سرزمین سوریه و کلیکیه رهسپار شدم. ایمانداران جماعت‌های مسیح در سرزمین یهودیه مرا هنوز شخصا نمی شناختند. فقط به گوششان خبر رسیده بود که پاولوس عذاب دهنده آنها همان ایمانی را که پیشتر از بین بردن می‌خواست اکنون درباره این ایمان خودش اعلان کرده ایستاده است. بنابراین آنها به خاطر من خدا را شکر گفتند.
باب 2. بعد از 14 سال من باز به اورشلیم رفتم. این دفعه من همراه برنبا بودم و تیتوس یونانی را نیز با خود آوردم. نیتی به اورشلیم رفتن را به دلم خدا انداخته بود. در آنجا من با راهبران آبرومند جماعت ایمانداران علاهیده واخورده خوشخبری را که به غیر یهودیان اعلان می کردم با آنها بیان کردم تا که از نظر گذرانند. من خواطر بودم که مبادا مهنتی که برای رساندن خوشخبر می کنم بیفایده نباشد. اگرچه همسفر من تیتوس ختنه نشده هم بود، راهبران یهودی از او ختنه شدن را طلب نکرده قبول کردند. مسئله ختنه فقط از جانب آن یهودیانی که ایمانداران دروغین بودند به میان آمد. آنها مخفیانه به مابین ما راه یافته خواستند درباره آزادی از شریعتی که ما ایمانداران به خاطر عیسی مسیح داریم معلومات گیرند. آنها خواستند که ما را از این آزادی محروم کرده غلام قانون و قاعده های یهودیان گردانند. ولی ما یک لحظه هم به گپ های آنها داده نشدیم، چون خواستیم که حقیقت خوشخبر را برای شما نگاه داریم. و آنهایی که راهبران جماعت ایمانداران حسابیده می شوند به هر منصبی که باشند به من فرق ندارد، چون که خدا به همه با یک چشم نگاه می کند. انا همان راهبران نیز به خوشخبری اعلان می کردم چیزی علاوه نکرده تصدیق نمودند که آن درست است. برعکس آنها دیدند که خدا مرا عهدهدار نموده است که خوشخبر را به خلقهای غیر یهودی اعلان کنم، همان طوری که خدا پتروس را وظیفه دار کرده است که به یهودیان خوشخبر را رساند، مرا وظیفه دار کرده است که خوشخبر را به غیر یهودیان اعلان کنم. زیرا همان خدا که به پتروس قدرت داد تا فرستاده برای یهودیان باشد، به من نیز قدرت داد که فرستاده برای غیر یهودیان باشم. وقتی یعقوب، پتروس و یوحنا که ستونهای جماعت ایمانداران حسابیده می شوند دیدند که خدا به من فیض و مهربانی نشان داده است، من و برنبا را به قطار همکاران خود درآوردند. آنها راضی شدند که ما به نزد خلقهای غیر یهودی رفته خوشخبر را اعلان کنیم و آنها به یهودیان اعلان کنند. این راهبران فقط یک خواهش داشتند که ما به کمبغلان جماعت آنها یاری رساندن را دوام دهیم که من خود به این کار میل و رغبت داشتم. اما هنگامی که پتروس به شهر انطاکیه آمد، من به وی روی راست زید برآمدم، چون که رفتاری نادرست کرده بود. اول او وقتی به انطاکیه آمد با ایمانداران غیر یهودی که ختنه نشدند از یک دسترخوان نان می‌خورد. اما همین که از جانب یعقوب آدمان آمدند، پتروس خود را از غیر یهودیان کناره گرفته دیگر همراهشان نمی‌خورد، چون که از تنقید طرفداران ختنه ترسیده بود. در نتیجه ایمانداران یهودی دیگر نیز مثل پتروس درویگی کردند و درویگی آنها حتی برنبا را از راه زد. وقتی دیدم که آنها از روی راستی خوشخبر عمل نمی کنند، در پیش همه به پتروس گفتم: اگر توی یهودی همچون غیر یهودی زندگی کنی، پس چرا غیر یهودیان را مجبور می سازی که از روی قانون و قاعده های یهودی زندگی کنند؟ ما از تولدمان نه یگان غیر یهودی گناهکار بلکه یهودی هستیم، لیکن فهمیدیم که انسان نه با اجرا کردن شریعت بلکه با ایمان به عیسی مسیح در نزد خدا سفید می شود. بنابراین ما نیز به عیسی مسیح ایمان آوردیم تا که نه با اجرای شریعت موسی بلکه به واسطه ایمان به مسیح سفید شویم، چون که به واسطه اجرا کردن شریعت هیچ کس سفید نمی شود.
حالا ما نه به واسطه اجرای شریعت بلکه به واسطه ایمان به مسیح سفید شدنی هستیم و بنابراین از شریعت روی گرداندیم. اگر به سبب این گناهگار حسابیده شویم، پس مگر مسیح ما را به سوی گناه میبرد؟ هرگز. برعکس، اگر من آنچه را که خود ویران کردم باز از نو برپا نمایم، نشان میدهم که جنایتکار هستم. آخر وقتی که من با اجرای شریعت زندگی میکردم، شریعت نشان داد که گناهگارم و سزاوار مرگ هستم. پس من برای شریعت مردم و آن را دیگر رعایت نمی کنم تا که اکنون برای خدا زندگی کنم. من به مرگ مسیح که به صلیب میخکوب شده بود شریک شده مردم. اکنون نه من بلکه مسیح در من زندگی می کند و حالا که در جسم هستم، من با ایمان به پسر خدا زندگی می کنم که او مرا دوست داشت و به خاطر من خود را فدا کرد. من فیض و مهربانی خدا را رد نمی کنم، زیرا اگر ما با رعایت شریعت در نزد خدا سفید شده می توانستیم، پس مسیح بیهوده جان داده است. باب 3. ای غلاطیان بیفهم، کی شما را سحر و جادو کرده است؟ آخر من مقصد مرگ عیسی مسیح را به شما چنان عمیق فهمانده بودم که شما به صلیب میخکوب شدنش را گویا با چشم خود دیده اید. من از شما فقط یک چیز پرسیدنی هستم که آیا روح القدس یعنی روح خدا برایتان به واسطه اجرا نمودن شریعت داده شد؟ نه، روح القدس به شما در نتیجه آن داده شد که شما خوشخبر را شنیدید و ایمان آوردید. نخواهد اینقدر بیفهم باشید. آخر شما حیات ایمانداری را با قدرت روح القدس سر کرده اید، ولی حالا می خواهید که با اجرای قانونهایی که به جسم تعلق دارند تا آخر دوام دهید. آیا همه آنچیه که در راه ایمان از سر گذراندید بیهوده بود؟ انیق که بیهوده نبود. آیا به خاطر اجرا کردن شریعت خدا به شما روح القدس را داده در بینتان معجزه ها نشان می دهد؟ مگر نه به خاطر آنکه شما به خوشخبر باور کرده اید؟ انا ابراهیم پیغمبر نیز به وعده خدا باور کرده بود و برای همین خدا او را بی عیب حساب نمود. پس باید دانید که نسل ابراهیم آنهای حسابیده می شوند که ایمان دارند. از بس که نوشتجات پیش بینی کرده بود که خدا خلقهای غیر یهودی را به خاطر ایمانشان سفید می کند، پیشکی به ابراهیم خوشخبر داده گفت: به واسطه تو همه خلقها را برکت می دهم. ابراهیم به خدا باور کرد و برکت یافت. پس آنهایی که به عیسی ایمان دارند به برکت ابراهیم شریک می شوند. اما آنهایی که با اجرای شریعت در نظر خدا سفید شدن می خواهند گرفتار لعنت می شوند، چون که در نوشتجات چنین آمده است: هر کی همه نوشته های کتاب شریعت را دایما اجرا نمی کند لعنت زده می شود. پس انیق است که به واسطه رعایت شریعت کسی خود را در پیش خدا سفید کردن نمی تواند، چون که در نوشتجات گفته شده است که شخص راستکار به واسطه ایمان زندگی می کند. اما اجرای شریعت یک چیز است و ایمان آوردن دیگر چیز است. زیرا نوشته شده است که هر کی تمام شریعت را اجرا می کند با آن زنده می ماند.
از بس که ما شریعت را اجرا کرده نمی توانستیم لعنت زده شده بودیم، لیکن مسیح به جای ما همین جزای لعنت را به خود گرفته ما را آزاد کرد. زیرا در نوشتجات آمده است که لعنت زده است هر کسی که به درخت آویخته می شود. عیسی مسیح این کار را با مقصد آن کرد که به واسطه او برکتی که خدا به ابراهیم داده بود به خلقهای غیر یهودی دسترس شود. در نتیجه ما روح القدس را که خدا وعده داده بود به واسطه ایمان گرفته می توانیم. ای برادران و خواهران، از حیات هر روزه مثال می آورم که اگر عهد و پیمان با رازیگی طرفها بسته شده باشد، آن را کسی نه بیکار کرده و نه به آن چیز علاوه نموده می تواند. خدا وعده های خود را به ابراهیم و به نسل وی داده بود. دقت کنید که در نوشتجات نسل های وی گفته نشده است که بسیاری ها به نظر گرفته شده باشند، بلکه نسل وی گفته شده است که فقط به یک کس، یعنی به مسیح که تعیین شده خداست اشاره می کند. با همه این من چی گفتنیم؟ خدا با ابراهیم عهد و پیمان بسته بود. بعد از 430 سال آن شریعت موسی آمد، اما این شریعت عهد خدا را که الکی بسته شده بود بیکار کرده و وعده های خدا را از بین برده نمی تواند. اگر آنچه خدا وعده داده است به ما به واسطه اجرای شریعت نصیب می شده باشد، پس آن دیگر موافق وعده نیست. اما خدا برکتش را به ابراهیم موافق وعدهش عطا کرده است. پس شریعت برای چی در کار است؟ آن بعدتر برای آن علاوه شده بود که چی بودن گناه را نشان دهد. اعتبار شریعت فقط تا زمان آمدن همان نسل بود، یعنی عیسی مسیح که برایش وعده تعلق داشت. خدا شریعت را به واسطه فرشته ها به موسی داد که وی بین خدا و خلقش میانه رو بود. اگر میانه رو باشد پس طرف ها نیز هستند، اما وقتی که خدا وعده میداد میانه رو نداشت. این نشان میدهد که وعده فقط از یک طرف داده شده است، از طرف خدا. پس مگر شریعت خدا ضد وعده هایش است؟ هرگز. اگر شریعت به آدمان حیات نو بخشیده می توانست، خدا آنها را در اساس اجرای شریعت سفید می کرد. اما نوشتجات می فرماید که همه آدمان به دام گناه همچون به زندان افتادند، تا که وعده خدا به آنها داده شود که به عیسی مسیح ایمان می آورند. پیش از آمدن خوشخبر درباره ایمان به عیسی مسیح، شریعت ما را همچون پاسبان در حبسخانه نگاه می داشت. اینک شریعت تا زمان آمدن مسیح پرستار ما بود، تا که ما از روی ایمان به مسیح سفید شویم. اکنون که زمان ایمان رسیده است، ما از تحت نظارت پرستار برآمده ایم. آخر همه شما به واسطه ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا شده اید. همه شما که در مسیح تعمید یافته اید، یعنی غرق او شده اید، مسیح را گویا دربر کرده با او مانند شده اید. پس همه شما در عیسی مسیح یک شده اید و بنابراین دیگر نه یهودی هست و نه غیر یهودی، نه غلام هست و نه آزاد، و نه مرد هست و نه زن. حالا که شما از آن مسیح شده اید، پس همان نسل ابراهیم و میراثخواران وی می باشید. وعده که خدا به ابراهیم داده بود از آن شما شده است. باب 4.
مقصد من این است: وقتی که به کودک از پدرش میراث میماند، تا زمانی که کودک نابالغ است او از غلام فرق نمی کند. گرچند کودک صاحب تمام مال و ملک باشد هم، ولی تا رسیدن مهلتی که پدرش در وصیت معین کرده است او را سرپرستان و مربیه ها اداره می کنند. ما نیز همین طور تا زمانی که هنوز گویا کودک بودیم غلام قانونهای دینی این جهان بودیم. اما وقتی که زمان معین شده رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن تولد شد و تابع شریعت بود. خدا پسرش را برای آن فرستاد که ما را از غلامی شریعت آزاد کرده فرزندان خود خواند. از بس که فرزندانش هستیم، خدا به دلهای ما روح پسر خود را فرستاده است و این روح از داخل ما به خدا مراجعت کرده: ای ابا، ای پدر جانم میگوید. تو دیگر غلام نیستی بلکه فرزند خدایی و اگر فرزندش باشی خدا تو را میراث‌خور تعیین نموده است. پیشتر که شما خدا را نمی شناختید غلامان به نام خدایان بودید که در اصل خدا نیستند، اما اکنون شما خدا را می شناسید یا انیقترش خدا شما را می شناسد. پس با کدام فکر شما باز غلام قانونهای دینی شدن می خواهید؟ آخر این قانونها خود ناتوان و سست هستند. شما حتی روزها، ماهها، عیدها و سالهای دینی را رعایت می کردگی شده اید. حالا خواطرم که مبادا مهنتی به خاطر شما کردم بیهوده شده باشد. ای برادران و خواهران، از شما التجا می نمایم که مثل من آزاد باشید، چنانه که من مثل شما غیر یهودیان از شریعت آزاد شدم. شما با من معامله بد نکرده اید. به شما معلوم است که من به شما بار اول از سبب بیمار شدنم خوشخبر را اعلان نموده بودم. گرچند شما می توانستید از سبب بیماریم از من روی گردانید، ولی این کار را نکردید و به من خنک نظرانه رفتار نکردید. برعکس مرا گویا فرشته خدا یا خود عیسی مسیح باشم خوش قبول کردید. پس آن شادی و خرسندیتان کجا شد؟ من انیق می دانم که شما تیار بودید که حتی چشمان خود را کنده گرفته برایم دهید. حالا چی شد؟ مگر به شما گپی راست را گفته دشمنتان شدم؟ آن معلمان بر دروغ کوشش و غیرت می کنند که دقت شما را به طرف خود جلب کنند، ولی این به فایده شما نیست، چون که نیتشان ما را از هم جدا کردن است تا که بعد شما تنها به آنها دقت دهید. کوشش و غیرت نشان دادن خوب است، ولی در صورتی که مقصد نیک باشد. این چنین نه فقط در حضور من بلکه باید همیشه نشان داده شود. ای فرزندان عزیزم، من باز هم به مانند مادری که وقتی تولد کردنش است برایتان تا آن دمی که به مسیح مانند می شوید درد و عذاب می کشم. ای کاش حالا در نزدتان می بودم و با شما با طرز دیگر گپ می زدم، اما حاضر حیران ماندم که چی گویم. شما که شریعت را رعایت کردن می خواهید، حالا به من گویید که آیا می دانید شریعت چی می گوید؟ نوشته شده است که ابراهیم صاحب 2 پسر بود. یک پسرش را کنیزش یعنی غلامزنش هاجر تولد کرده بود و پسری دیگرش را سارا زن آزادش تولد کرده بود. پسری کنیز به طور عادی به دنیا آمد، ولی زن آزاد ابراهیم نازای بود، بنابراین پسر وی به واسطه معجزه وعده کرده خدا به دنیا آمد. این 2 زن به 2 عهد و پیمان خدا اشاره می کنند که خدا با خلق خود بسته بود.
یک عهد در کوه سینا در اساس شریعت بسته شده بود. هاجر کنیز رمزی همین عهد است و فرزندانش را برای غلامی می‌زاید. او اینچنین رمز کوه سینا در عربستان می باشد و شهر اورشلیم حاضر را که با فرزندانش غلام شریعت هستند نشان می دهد. اما زن آزاد سارا رمز اورشلیم آسمانی است. او مادری همه ماست. در نوشتجات چنین آمده است: شاد باش ای زن نازایی که هیچ فرزند تولد کرده نتوانسته ای. با آواز بلند صدای خرسندی برار ای تو که درد زایش نکشیده ای، زیرا زنی که شوهرش او را پرتافته است از زن شوهردار دیده فرزندانی زیادتر دارد. ای برادران و خواهران، همان طوری که اسحاق از روی وعده خدا به دنیا آمد، شما نیز از روی وعده خدا فرزندان خدا هستید. در وقت زندگیشان همان پسری که با راه انسانی تولد شده بود، پسری دیگری را که با معجزه روح القدس تولد شده بود آزار می‌داد. حالا هم همین طور است. اما در نوشتجات درباره این چی گفته شده است؟ کنیز را با پسرش از اینجا دفع کن، چون که پسری کنیز با پسری زنی آزاد یک جایه میراثخوار نمی شود. خلاص ای برادران و خواهران، ما نه فرزندانی کنیز بلکه فرزندانی زنی آزاد هستیم. باب 5. مسیح ما را برای آن از شریعت آزاد کرد که ما در آزادی زندگی کنیم. اکنون این آزادی را محکم نگاه دارید و دیگر به یوغ غلامی که آن رعایه شریعت است گردن نفرارید. گوش کنید که من پاولوس به شما چی میگویم. اگر شما ختنه شوید، مسیح برای شما دیگر هیچ فایده ندارد. باز آگاه میکنم که هر که ختنه می شود باید تمام شریعت را اجرا نماید. اگر به واسطه رعایه شریعت در نظر خدا سفید شدنی باشید، پس مناسبت شما با مسیح کنده شده است و از فیض و مهربانی خدا محروم گشتید. لیکن با یاری روح القدس ما انتظار هستیم که به مقصد امیدمان می رسیم و امیدواری ما این به واسطه ایمانمان در نظر خدا سفید شدن است. زیرا اگر با عیسی مسیح مناسبت داشته باشیم، آنگاه ختنه شدن یا نشدن اهمیت ندارد. فقط ایمان ما که در محبت نمایان می شود اهمیت دارد. شما در راه ایمان نغز پیشرفت می کردید. کی پیش راه شما را گرفته نماند که براستی اطاعت کنید؟ انیق است که خدا این کار را نکرده است. آخر او خود شما را دعوت نموده است. تعلیمات خطا به مانند خمیر تروش کم است که تمام خمیر را ترش می کند. به هر صورت خداوند مرا دلپر می کند که فکر شما مخالف فکر من نمی شود. اما هر کسی که سر شما را گرنگ می کند جزایش را می بیند. ای برادران و خواهران، اگر من تا حال ختنه شدن را تعلیم می دادم، پس برای چی مرا تا حال عذاب می دهند؟ اگر ختنه شدن را تعلیم می دادم، از پیغام صلیب عیسی کسی خفه نمی شد. کاش که آنهایی که شما را با تعلیمات ختنه گرنگ می کنند خود را نه فقط ختنه بلکه اخته هم کرده از ما کنده می شدند. ای برادران و خواهران من،
شما به آزادی دعوت شده اید، اما احتیاط باشید که آزادیم گفته به هوس‌های طبیعتی گناهکارتان داده نشوید، بلکه با مهر و محبت به یکدیگر خدمت کنید. زیرا تمام شریعت در این یک فرمان جمع‌بست شده است: دیگران را مثل خودت دوست دار. اما اگر شما با یکدیگر در افتاده یکدیگر را خوردن گیرید، احتیاط شوید که باز از دست همدیگر نابود نگردید. من چی گفتنیم؟ با راهنمایی روح القدس زندگی کنید و آن وقت هوس‌های طبیعت گناهگار خود را اجرا نمی کنید. طبیعت گناهگار آنچه را که بر ضد خواست روح القدس است هوس می کند و خواسته که روح القدس به دلمان می اندازد ضد طبیعت گناهگار ماست. این هر دو به یک دیگر ضد هستند. از این رو شما خواسته‌تان را اجرا کرده نمی توانید. در عین حال اگر راهنمایتان روح القدس باشد، شما تابع شریعت نیستید. کارهای طبیعت گناهگار به همه معلومند: گناههای جنسی، بیشرمی و بی‌حیایی، بداخلاقی جنسی، بتپرستی، جادوگری، دشمنی، جنگ و خرخشه، حسد، قهر و غضب، خودپرستی، جدایی و طرفکشی، بخیلی، بدمستی، عیش و عشرت و غیره. من پیشتر تأکید کرده بودم و باز آگاه میکنم که با آنهایی که چنین کارها را میکنند پادشاهی خدا نصیبشان نمیگردد. اما ثمره‌ای که روح القدس در زندگی آدمان می آورد اینهایند: مهر و محبت، شادی و خرسندی، صلح و آرامی، صبر و طاقت، نیکی و مهربانی، وفاداری، خاکساری و نفس خود را نگاه داشتن. هیچ قانونی بر ضد این خصلت‌ها موجود نیست. آنهایی که از آن عیسی مسیح هستند طبیعت گناهگار خود را با میل و هوس‌هایش به صلیب محکوب کرده به مرگ سپاریدند. از بس که روح القدس سرچشمه حیاتمان می باشد، پس ما باید با راهنمایی او نیز رفتار کنیم. برای همین بیایید هوا بلند نشویم، یکدیگر را به جنگ ناندازیم و به یکدیگر بخیلی نکنیم. بابی 6. ای برادران و خواهران که با راهنمایی روح خدا زندگی میکنید، اگر کسی از شما گرفتار گناه شود، وی را با مهربانی و خاکساری اصلاح نمایید. اما با خبر باشید که باز خودتان به دام گناه نافتید. یکدیگر را در وقت وزنینی دستگیری کنید و همین طور قانون مسیح را اجرا می نمایید. اگر کسی خود را از دیگران کلان گیرد در حالی که ناچیز است، فقط خود را فریب می دهد. پس هر کس باید رفتار خود را از نظر گذراند. آنگاه وی خود را با کسی دیگر مقایسه کرده کلانگیری نمی کند و از موفقیت خود فخر می کند. آخر هر کس عهده‌داری خود را به ذمه‌اش دارد. بگذار هر کس از مال و دولتش با معلم خود که گفته‌های خدا را برایش تعلیم می دهد با هم بیند. به فکر خطا که گویا خدا را فریب داده می توانید راه ندهید. چیزی کاشته‌تان را می گیرید. کسی که هوس‌های طبیعت گناهگارش را قانع گردانده زندگی می کند، از طبیعت گناهگار مرگ را حاصل می گیرد. ولی کسی که برای شادگرداندن روح القدس می کارد، از او حیات ابدی حاصل می گیرد.
پس بیایید از نیکی کردن دلگیر نشویم، چون که اگر ناامید نگردیم در وقت مناسب حاصلش را هم میگیریم. بنابراین هنوز که امکانیت هست به همه نیکی کنیم، مخصوصاً به آنهایی که با ما در ایمان اعضای یک خانواده هستند. حالا من خودم می نویسم و شما این را از طرز نوشتنم می بینید، چون که من با حرفهای کلان می نویسم. کسانی که شما را به خط نشدن مجبور می کنند و دیگران معقول شدنی هستند. آنها با عذابها دچار شدن نمی خواهند، چون که اگر اعلان کنند که مسیح به خاطر نجات ما به صلیب میخکوب شده بود، عذاب و عقوبت میکشند. این خط نشدگان خودشان شریعت را اجرا نمی کنند، ولی میخواهند که شما خط نشوید و آنها از این فخر نمایند. من باشم بغیر از صلیب خداوند ما عیسی مسیح با هیچ چیزی دیگر فخر کردن نمیخواهم. با واسطه مرگ عیسی مسیح در صلیب چیزهای جهانی برای من مرده‌اند و من برای این جهان مرده‌ام. آخر ختنه شدن یا نشدن اهمیت ندارد، بلکه از همه مهمش آن است که خدا ما را آفریده نو کرده است. بر همه آنهایی که از روی همین گفته ها زندگی می کنند و خلق حقیقی خدا می باشند آسایشتگی و رحم و شفقت خدا باد. من بعد کسی مرا عذاب ندهد، چون که من در بدنم داغ زخمهای را دارم که از آن عیسی بودنم را نشان می دهند. ای برادران و خواهران، بگذار فیض و مهربانی خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باشد. آمین.